سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. تقریبا 2 هفته پیش بود که یه ویدیو از فیلتر شکن هایی که اون موقع وصل می‌شدن براتون گذاشتم و داخلش VPN هایی مثل سایفون، جف و غیره رو بهتون معرفی کردم که اون موقع وصل میشد، ولی خب الان کامنت هایی که دارم میگیرم معلومه که وصل نمیشن، حتی برای خودم وصل نمیشه. به همین خاطر تصمیم گرفتم یه فیلتر شکن دیگه تو این ویدیو بهتون معرفی کنم. اسپارک VPN رو میخوام تو این ویدیو بهتون معرفیش کنم که اسمش رو میبینید داخل گوگل پلی، همین رو سرچ کنید براتون میاره. خب من نصبش کردم، بازش میکنم، نوتیفیکیشن رو فعال میکنم. تو همین صفحه بچه ها بذارید همینجوری اپتیمال سرور بمونه تا بگرده سروری که پایداری بیشتری داره اونو پیدا بکنه. اینجا تو این قسمت اولویت با پایداری سروره، هرچند سرعتش هم با اینترنتی که من دارم یعنی ADSL مخابرات کاملا اوکی بود. خب روی کانکت میذاریم تا برامون بگرده پیدا بکنه سرور پایدار رو. خب وقتی سرور رو پیدا کرد تلاش میکنید که بهش وصل بشه. این صفحه اومد، یکم دیگه صبر میکنید تا این صفحه بیاد. حالا میتونید ازش استفاده بکنید. اون بالا گوشه سمت چپ اون لوگوی VPN به رنگ آبی هم نشونه وصل شدنه. میایم بیرون. حالا من یوتیوب رو باز کنم. همونطور که میبینید به خوبی داره ویدیوها رو لود میکنه. حالا من یکیشو باز کنم. همونطور که میبینید بذارید من تبلیغات رو رد کنم. خیلی خوب داره ویدیو رو برامون پلی میکنه. شما هم نصبش کنید، امیدوارم برای شما هم وصل بشه.